شیردل، راهی وجود داره که شکم پهلو رو آب کنیم؟ این سوالیه که به روش‌های مختلف از من پرسیده میشه. باید بگم بله، چند تا روش هم وجود داره. امروز میخوام روش‌های خونگی آب کردن شکم پهلو رو بهتون یاد بدم. تا آخرین ویدیو همراه باشید. تا حالا دقت کردی یه چیزی که به خودش آب جذب میکنه حجمش زیاد میشه. معده و بافتای اطراف هم به همین حالته. غلبه بلغم و سردی معده میگیرین، درمانش نمیکنین، این تو شکم پهلوهاتون تاثیر میذاره، واسه بزرگتر شدن حجمش میشه. حالا پیش خودت میگی من از کجا بدونم غلبه بلغم دارم؟ بهت نشونایی میگم که متوجه میشی آیا داری یا نه. سر و صدای شکم، نفخ و ترش کردن های معده و ریختن آب دهان در هنگام خواب روی بالشت. اگه هر کدوم از این نشونه ها رو داری، یعنی شما درگیر غلبه بلغم و سردی معده هستین. این کاری که بهت میگم و تا یه ماه انجام بدی، سردی و غلبه بلغم معدت از بین میره. کافی یه لیوان عرق نعنا با یه قاشق چایخوری تخم بارهنگ بجوشونی. وقتی خنک شد یه قاشق هم بهش عسل اضافه کنی و نیم ساعت قبل از صبحونه وقتی ناشتایی میل کنی. ولی اگه یبوست داری، نصف لیوان گلاب و نصف لیوان عرق نعنا رو بجوشون. و اینکه حتما این کار رو انجام بده تا غلبه بلغم معدت کاملا از بین بره و اشتهات هم کمتر شه. حالا بریم سراغ صبحونه. کافیه هنگام صبحونه ارده، عسل یا شیره خرما میل کنی. در کنارش 7 دونه زیتون و 14 تا دونه بادوم هم بذار تا کلا غلبه بلغم و سردی معدت از بین بره. و اینکه چاییت هم دارچینی باشه دیگه عالی میشه. بریم سراغ ناهار، ولی قبلش این قلب پایین رو قرمزش کن چون کلی انگیزه میگیرم. چقدر عالی میشه اگه ناهار نخوری. به جای ناهار از خرما استفاده کن، هم باعث سیری میشه هم گرم شدن تب. ولی شامو حتما زودتر بخور و ننداز واسه آخر شب. نیم ساعت قبلش و یه ساعت بعدش هم اصلا آب نخور. دور لبنیات، قهوه، نوشابه، گوجه، خیارم خط بکش چون اینا باعث سردی و غلبه بلغم میشن. یه تره نمک دریا هم بذار تو دهنت تا با بزاق دهنت حل شه و وارد معدت شه. ولی اگه میخوای تا قبل از سال جدید نتیجه بهتری بگیری و به اندام دلخواه برسی، استفاده از ژل چربیسوز MBC رو بهت پیشنهاد میکنم. این ژل تشکیل شده از کلی گیاه گرم‌طبع که باعث از بین رفتن سردی معده، از بین رفتن غلبه بلغم تو معده و شکم پهلوها میشه و چون سایز کم میکنه. مواد اصلی تشکیل دهنده این ژل دارچین و زنجبیل و چندین گیاه گرم‌طبع دیگه است. به شما فلفل نداره، پس خیالتون راحت باشه. کسایی که پوست حساسی دارن هم میتونن از این ژل استفاده کنن. به بافت‌ها نفوذ پیدا میکنه، متابولیسم افزایش میده و باعث در هم شکستن این چربی ها میشه. حتی قبل خواب هم میتونی از این ژل استفاده کنی و اون متابولیسم بدنی رو داشته باشی.